در صحیح بخاری حدیث شماره 12 و صحیح مسلم حدیث شماره 63 از عبدالله پسر عمرو رضی الله تعالی عنهما روایت است که فرمود مردی از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم پرسید کدام خصلت و اخلاق اسلامی بهتر و نیکوتر است؟ پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند طعام دادن به دیگران و سلام کردن بر هر کسی خواه او را بشناسی و خواه نشناسی.